السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات صلى على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همه شما برادران و خواهران ارجمندی که امروز ما مهمان شما هستیم. انشالله جلسه و جمع ما در این روز نورانی، در روز شهادت دردانه حضرت رضا علیه السلام امام جواد، تحت توجهات، عنایات، الطاف و دعای حضرت بقیت الله قرار بگیره. انشالله که جلسه و جمع ما مورد توجه گوشه چشم آقا باشه. انشالله که همه ما از منتظران ظهورش باشیم، ظهور حضرت را درک بکنیم. اجماعاً صلوات محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بزرگوارانی که آخرین برنامه ما رو که در ارومیه بود چند ماه پیش تشریف داشتن دستشون بگیرم بالا. خب ممنون. ما یه بحثی رو آخرین برنامه که اومدیم اینجا در مورد بحث جایگاه زن بود، یادتون باشه. بحث رو هم شروع کردیم، گفتیم من اونجا قول دادم که ان شاءالله تربیت فرزند رو در یک جلسه مفصل داشته باشیم چون لازم بود که باشه. این مقدمه ای رو عرض کردم، نمیدونم اونجا گفتم یا نگفتم، اگه تکراری هم هست اشکال نداره چون مقدمه بحث من داره. این مقدمات بنده رو گوش بکنید، هم یادآوری میشه، هم اصلا ربطی به بحث داره و بسیار هم مهم. بزرگواران، برای اینکه ما بتونیم زندگی موفقی داشته باشیم، خصوصا در بحث تربیت فرزند در خانواده و حتی مباحث همسرداری که موضوع فردامون هستش، ازدواج موفق، مطلبی که لازم داریم شناخت از راه حل خیلی مهمتره. من بدونم مشکل من چیه، ریشه‌شو پیدا بکنم، بهم میگن شناخت، راه حلش رو راحت‌تر میتونم. شما میری پیش پزشک، بعد تشخیص اشتباه میده، خدای نکرده دارویی که میده اشتباه میشه و طرف میمیره. پس خود درمان زمانی موفقه که ریشابی و شناختش درست باشه. شناخت رو تو دو مقوله بررسی میکنیم. شناختی که من لازم دارم امروز بر بحثم بگم، یکی شناخت ویژگی‌های رفتاریه که در روانشناسی بهش میگن تیپ شخصیتی. میگن هر انسانی یه تیپ شخصیتی داره. یه شناختی هم داریم در مورد تفاوت نسل‌ها، نسل قدیم و جدید. این دوتا شناخت مقدمه بحث تربیت فرزنده. من بحث اولم رو، بحث تیپ‌های شخصیتی رو اینجوری بگم که ما همه ما آدم‌ها، چه مرد چه زن، چه بزرگ چه کوچیک، جوری آفریده میشیم و ویژگی‌هایی رو خداوند به ما موهبت میکنه که این ویژگی‌ها رو در دیدگاه رفتارشناسا و روانشناسا میگن تیپ شخصیتی که انواع مختلفه. اینا رو بلد باشیم که من نمونه‌هایش رو امروز خدمتتون عرض میکنم. باید ما بتونیم تشخیص بدیم خودمون جزء کدوم دستش هستیم. دو تا از تیپ‌های شخصیتی که بسیار مهم هستش، تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا هستش. درونگرا چه شکلیه؟ حساس، زودرنج، دقیق، عمیق، متفکر، خلاق، شکاک، بدبین، زود اعتماد نمی کند، به کارهای فردی علاقه زیادی دارد، از کارهای اجتماعی گریزان است. اینو میگن درونگرای مطلق، ولی هیچ انسانی مطلق نیست.
تیپ شخصیتی دوم تیپ شخصیتی برونگراست. کلی، سطحی، دمدمی مزاج، ریسک پذیر، کمی شاد، خوشبین، زود اعتماد می کند، به کارهای اجتماعی علاقه زیادی دارد، از کارهای فردی گریزان است. اینو میگم برونگرای مطلق. ولی هیچ آدمی نه درونگرای مطلقه نه برونگر مطلقه. مثلا انا بعضی میگم من 5 تا از این صفت داشتم، 4 تا از یکی داشتم. شما می صفاتتو می نویسید، 4 تا درونگرایی داری، 6 تا برونگرایی داری، به شما میگم برونگرا. اگه 60 به 40 بشه تمومه. اگه 60 به 40 بشه صفتا، شما میگی درونگرا میشه. اگر مساوی بود 50% 50-50 یا 45-55 هم بود، میشه بینابین. پس گوش کنید، بسیار مسئله مهمیه. باید بتونی آخر جلسه امروز ما خودتو بشناسی، ها خیلی مهمه ها. مثال میزنم. درس خوندن یک کار فردیه، یک کار اجتماعیه. آفرین، فردیه. گفتیم تو کار فردی کی موفق تره؟ درونگرا تو کار فردی خیلی موفقه. درونگرا جزئی میخونه. درونگرا 3 ساعت میخونه، 4 ساعت میخونه، 5 دقیقه استراحت میکنه. حواست باشه. درونگرا واو میخونه. درونگرا زیر همه کلمه ها خط میکشه. درونگرا آدمیه که جلوی تلویزیون اعصابش به هم میریزه، تلویزیون رو باید خاموش کنه تا بتونه راحت‌تر بخونه. درونگرا اتاقو میبنده، لذت میبره تو تنهایی و درس بخونه. درونگرا تو کتابخونه انگار واسش بهشته. درونگرا میگه مامان بابا تو رو خدا برید خونه خاله اینا، من درس دارم، امتحان دارم. اینو میگن درونگرا. حالا برونگرا تو درس ماشاءالله برعکسشه. برونگرا 3 دقیقه میخونه، 3 ساعت استراحت میکنه، میگه نفس هم دیگه در نمیاد. برونگرا فقط جلوی تلویزیون میتونه درس بخونه. تلویزیون رو خاموش کنی اعصابش به هم میریزه. میگه روشن کن درس دارم. همه میگن خاموش کن درس دارم، میگه روشن کن درس دارم. برونگرا باید اتاق باز بذاری هوا جریان داشته باشه، وگرنه درس رو نمیفهمه. میگه درو ببندید، من درس نمیخونم. برونگرا میگه مامان پاشو پا نمیشی، پس منم میخوابم. اول دیگه این خوابه این درس بخونه. اینجوریه. برونگرا اگر زندگی جریان داشته باشه از درس بیشتر لذت میبره. باید نگاه کنه رو گاز، قرمه سبزی قلقل کنه، یه اینجوری میکنه میخونه. خیلی مهمه. برونگرا سطحی میخونه. اینی که بلدم، اینم بلدم، همه رو بلده، آخرم میگیره 8. نمیدونم چجوری بلده. این بحث ماست. پس برونگرا تو درس زیاد موفق نیست. اگر فرزندی داشتید، گوش کنید، اگر فرزندی داشتید تو درس موفق بود، برونگرا بود، قطعا مدیون ضریب هوشیشه، یادتون نره، و قدرت حافظه. بسیار بحث مهم. پس تو درس خوندن که یک کار فردیه، کی موفقه؟ درونگرا. این چقدر مهمه شناخت. حالا تو مدرسه کی موفقه؟ درس خوندن نه ها، مدرسه یعنی حاشیه ها. برونگرا سر صف قرآن میخونه، با همه رفیقه، مدیر کامل میشناستش، اصلا مدرسه رو سرش قسم میخوره انقدر دوستش دارن. معدلش 14 سال ولی همه عاشقشن. بیچاره درونگرا معدلش 20، اصلا نمیدونه همچین کسی تو مدرسه وجود داره. برونگرا با کل ارومیه رفیقه. درونگرا با خودش هم قهره، کلا یه دونه رفیق داره، اونو دست داد. این فرقشه. پس تو روابط اجتماعی برونگرا موفق تره. یادتون نره اساتید میگن درونگراها در بهترین دانشگاه‌های کشور درس میخوانند، برونگراها در بهترین دانشگاه کشور تدریس میکنند. این فرقشه. اینا که دارم به شما میگم بیماری نیستا، تیپ شخصیتیه. خدا آفریده، 4 تا عامل داره: ژنتیکی، محیطی، استعداد، آموزش. خیلی مهمه این بحث. مثال بعدی، امکانات و وسایل. به درونگرا موبایل بده. مثلا بعضی مامان بابا به من میگه آقا عزیزی بچه‌مون از چند سالگی موبایل بخریم. موبایل سن نداره، موبایل تیپ شخصیتیش مهمه. یعنی شما بر اساس سن تشخیص نمیدی، برای تیپ شخصیتی میفهمی بچه‌ها موبایل بخری نخری. به درونگرا موبایل بده، اصلا آسیب نداره، چون موبایلش هیچ وقت سایلنت نیست، همینجوری ولوه، اصلا نمیدونه موبایل داره نداره.
کلا تو این 4 سال که موبایل داره 200 واسش اس ام اس اومده از شرکت ایرانسل، همش در مورد بسته‌های تخفیفی هم بوده. همین 6 ماه موبایلش دست باباشه، 4 ماه دست 5 ماه هم خاموشه. حالا به برونگرا موبایل بده، از شب اول سایلنت، روزی 300 تا زنگ خورد داره، 1700 نفر رو سیو کرده. اسقر آقاینا، دایی قیزی، عمو اغلی ایرانسلش، اینجوری همه رو سیو کرده. میگم به چه دردت میخوره؟ لازم میشه. همش هم میگه لازم میشه. این برونگراست. به درونگرا لپتاپ بده، لپتاپشو باز میکنه میره سرچ مقاله های اینترنتی، پس المپیاد علمی. به برونگرا لپتاپ بده، لپتاپشو باز میکنه میره فیسبوک 200 نفرم اد میکنه. این فرقشه. اگر 2 تا فرزند دارید، قشنگ گوش کنید، هم جنس، پسر دختر، هم جنس، یعنی اولی پسر دومی پسر، یا اولی دختر دومی دختر، معمولا اولی ها درونگرا و دومی ها برونگران. یادتون نره. تشخیصش اینجوریه. حالا اگر دختر پسرن زبدریان یا تک فرزند موضوع فرق میکنه. باید تشخیص بدیم. خودمون با این چیزی که من دارم میگم تشخیص بدید. نمونه بعدی کار منزل. تو کار منزل درونگرا موفق تره. جزئی هم کار میکنه. درونگرا مسئولیت قبول نمیکنه. قبول کرد تا تهشو انجام میده. برونگرا همون لحظه همه مسئولیت‌ها رو قبول میکنه، همه رو نصف انجام میده. این فرقش. چقدر مهمه این بحث. به درونگرا بگو اتاقتو مرتب کن. بعد از 3 روز هنوز نصف اتاق مرتب نشده. تختو کشته جلو تمیز کرده، کمدو کشته جلو تمیز کرده، مسواک برداشته، پریز کیلدر هم تمیز کرده. درونگرا جزئی. به برونگرا بگو اتاقتو مرتب کن. 10 دقیقه بعد خونه مرتبه، اتاقی که قبلا مرتب کرده بود. لباس انداخته اونجا، چاپونده، قفل کرده، اونو پرت کرده اونجا، اونم کرده زیر اون، یه دستمال کشیده، تموم. سطحیه، کلیه. به برونگرا کار بدی چی باید خودت هم بیفتی دنبالش. خب تو بحث انتخاب رشته تحصیلی بسیار بحث مهمیه. یه توضیح میدم اینو. بعضی مامان باباها بچه‌شون دبیرستانی شدن، تو واسه تربیت فرزند میپرسن اینو از ما. انتخاب رشته میخوان کنن. خود دانش آموزا نشستن اینجا دیگه، الحمدلله میبینم همه دانش آموزا بیشتر از پدر مادران. انتخاب رشته تحصیلی 3 وجه هست. 1 رغبت و علاقه، یاد بگیرید اینو، بسیار بحث مهمیه. 2 استعداد و ضریب هوشی. 3 تیپ شخصیتی. اگر این 3 وجهش رعایت بشه تو هر رشته‌ای بری هم معروف میشی، هم پولدار، هم از رشته‌ت لذت ببری، پشه شناسی هم بخونی موفقی. جدی دارم بهت میگم. 1 کدوم از اینا رو نداشته باشی از رشته‌ت بدت میاد، لیسانس میگیری پرت میکنی اونور دیگه، فوق لیسانس دکترا هم نمیخونی، میگه بدم میاد، بهم فشار اومده. بعد جالب است شغلت هم با رشته‌ت همسو نمیشه. مهندس مکانیکی میشی مدیر بانک. این مهمه. اکثر بچه‌های ما این 3 تا رو با هم نداشتن، برای همین خراب کردی. 3 تا ده. بابا بذار خودم واسط بگم، چرا راه دوری برم؟ همین آقای عزیزی که با شما داره سخنرانی میکنه، زمان دبیرستانش یه چیز غلطی رسم بود که نمیدونم هنوزم تو مدارس شما هست یا نیست، نمیدونم. میگفتن هر کی درسش خوبه باید بره ریاضی فیزیک. یه ذره ضعیف‌تر بود تجربی، یه ذره ضعیف‌تر بود جهنم انسانی. میخواست بمیره کار دانش، میخواست بدبخش فنی حرفه‌ای. این ترتیب رشته هاست. من گفتم میخوام برم انسانی، یه جور نگاه کردن انگار من قاتلم، خاک تو سر، میخواد بره انسانی. همینجوری با من برخورد کردن. آقای عزیزی معدلش چون بالا بود برد رفت رشته ریاضی فیزیک. من رشتم ریاضی فیزیک تموم شد، لیسانس اولا مهندسی نرم افزار. بعد تموم شد تازه فهمیدم کل راه اشتباه رفتم. هم بهم فشار اومد چون سیستمم برونگراست. برونگراها در رشته مهندسی نرم افزار بهشون فشار میاد، یادتون نره. درونگراها تو رشته‌هایی که میگم موفقن، مهندسی نرم افزار، مهندسی نقشه کشی ساختمان، حسابداری، عرض کنم خدمتتون پزشکی تخصصی، چون سیستم درونگرا کار فردی و جزئی رو بیشتر خوشش میاد. نه اینکه برونگرا نمیتونه ها، بهش فشار میاد.
برونگرا تو چی موفقه که درونگرا بهش فشار میاد؟ برونگرا تو مدیریت، وکالت و حقوق، مشاوره و روانشناسی، بازیگری، بیزینس و اینجور بحثا، استاد دانشگاه به شدت موفقه که درونگرا بهش فشار میاد. ما خودمون شناختیم، تازه فهمیدیم کل راه اشتباه رفتیم. من لیسانس دوم از اول گرفتم، ادیان، بحث مسیحیت، یهود، زرتشت، ارشدم تو همین بحثه. روانشناسی بنده پژوهشیه، ولی چون من مدرک آکادمی که مثلا روانشناسی نیست، من مدرک الهیات ادیانه، چون همسو با استعداد، تیپ شخصیتیم و رغبت و علاقم. تو کل ایران دارم شوخانه روانشناسی میکنم. حالا پسر خاله بنده حسش درونگراست، 3-4 سال از ما کوچیک‌تره. ایشون اسمش آقا محمده. آقا محمد رفت رشته مهندسی نرم افزار معجزه کرده، تو بانک‌های کرج و تهران داره برنامه‌نویسی میکنه. صبح ساعت 7 میشینه پا سیستم 12 شب بلند میشه، لذت میبره. دانشگاه چالوس قبول شده بود. این بچه 4 سال رفت دانشگاه چالوس، یک بار دریا نرفت. گفتم محمد چرا دریا نرفتی؟ گفت آدم میره اونجا درس بخونه، نمیره که دریا. حالا ما بودیم تو دریا کلاس تشکیل میدادیم، چون سیستممون برونگراست. چقدر مهمه شناخت. من نگفتم کدوم رشته خوبه، گفتم خودت کی هستی. اون از مهندسی نرم افزار به اوج رسید، بنده از مهندسی نرم افزار استفاده نکردم، جفتمون یه رشته خوندیم. بعد چطور شد؟ عوضش من تو سخنرانی معجزه کردم، اون بنده خدا به خودش هم نمیتونه حرف بزنه. این فرقشه. بشناسید خودتون رو، بشناسید بچه‌هاتون رو. این بحث بنده است. تو بحث ازدواج باید برونگرا با برونگرا ازدواج کنه، درونگرا با درونگرا ازدواج کنه. این خیلی مهمه. وقتی بلد باشین ازدواج. اصلا تنها چیزی که تو ازدواج بعضی جدی نمیگن تیپ شخصیتیه. اینو فردا بهتون شاید یکی که گفتم. میگه بچه‌ها که خوبن، تحصیلاتشون هم که خوبه، اعتقاداتشون هم که خوبه، پس ازدواج. چرا با چند روز پیش یه پسر دختر نماز شب خون از هر لحاظ یک دارن طلاق میگیرن، آقای برونگرا خانم درونگرا، یا برعکسش. فکر کن 2 تا برونگرا با هم ازدواج کردن، ریسک پذیر، دمدمی مزاج، انقدر باحالن. زنه میگه آقا شب بریم مشهد، شب مشهدن، جفتشون پایه. حالا فکر کن 2 تا درونگرا با هم ازدواج کردن، 11 ساله میخوام برم مشهد. جا مهم این بس. یه بار میگن هوا سرده، یه بار میگن هوا گرمه، یه بار میگن بچه‌ها مدرسه دارن، آخرم نمیره. حالا فکر کن درونگرا با برونگرا ازدواج کرده، این بیچاره است. زن برونگرا، مرد درونگرا، میگن 6 سال میجنگن ها، چون تیپ شخصشون به هم تناقض شدید داره. بعد از 6 سال یا جفتشون کوتاه میان، میشه تفاهم، یا یکیشون کوتاه میاد میشه تحمل، یا هیچ کدوم کوتاه نمیاد میشه طلاق. دور از جون. چقدر مهمه. ببین زن برونگرا، آقا درونگرا. زنه میگه آقا بریم خونه بابا مینا، بریم خونه مامان مینا، بریم چه بدونم خونه داداش مینا. مرده آدم که هر شب نمیره مهمونی، 3 سال پیش رفتیم دیگه. 3 سال. سیستم درونگراست. مهمه. خب درونگراها 2 قسمند. از اینجا دست علمی اون ادامه پیدا کنه. اینا چون مقدمه، اینا نمیدونم گفتم بهتون نگفتم. حالا گفتیم نگفتیم دیگه مهم نیست. فکر کنید در جمهوری یه بار دیگه نگاه کنید. درونگراها 2 قسمند. قسم مثبت، چون مقدمه بحثم خیلی مهمه، تو بحث تربیت فرزند بحث دارن در مورد اینا، که بهش میگن درونگرای متفکر و خلاق. بسیار کارش درسته. درونگرای متفکر و خلاق درونگرایی است که در تعاملاتش با جامعه شاید موفق نباشه، ولی در امور شخصیش به شدت موفقه. سیستمش هم این شکلیه. پسرم میخوام بریم خونه خاله اینا، نمیام، خوشم نمیاد. چرا نمیای؟ امتحان دارم، المپیاد دارم، رباتم مونده، همش میخواد درس بخونه، عشق نرم افزار نویسی داره، همش دنبال پیشرفت فردیه. درونگرای نوع متفکر و خلاق رو باهاش کاری نداشته باشید. این به بهترین جاهای دنیا میرسه، هم تو درس هم تو کار. درست رابطه اجتماعی نداره، ولی در متفکر و خلاق برخورد میکنه، همش دوست داره پیشرفت فردی داشته باشه. این مثبت ترین حالت درونگرایی. این درسته، اینو ما قبول داریم.
مشکل ما درونگرای منزوی و افسرده است، نوع منفی درونگرایی. و این بیماره. اگر کسی درونگرا بود و از نوع منفی بود حتما به پزشک مراجعه کنه، پزشک روانشناس. پزشک میگم منظورم پزشک روان پزشک اول نه، اول روانشناس بعد روان پزشک. رفتار درمانی بهت بگم چه شکلیه. همش هندزفری تو گوششه، از همه چی بدش میاد، همش جلوی تلویزیون دراز میکشه، همش میگه حالا بله، همش میگه دارم بالا میارم، همش میگه دیگه نمیکشم، همش میگه ما برای چی آفریده شدیم، اینجا کجاست، آقای عزیزی چرا شبیه چیتوزه، همش به در و دیوار گیر میده. این خطرناکه. همش هم دوست داره موسیقی های غمگین گوش بده، مازیار فلاحی، مرتضی پاشایی. همش میگه لعنت به من، لعنت به من، اونو گوش میده همش. این مشکل داره. میدونستید که درونگراهای منزوی به شدت از شعرهای غمگین کیف میکنن؟ برونگراها وقتی شعر محزون گوش میکنن خندهشون میگیره، این چرا اینجوری میخونه؟ میخندن، دست خودشون هم نیست. ولی درونگراها میگن نخند، حرف دل منه، نمیذارن طرف بخنده. چه مهمی بحثا. مثلا اگر مذهبی باشه همش مدعایی های وحشتناک گوش میده. حالت افسر. یه چیزی بهتون بگم، ما 2 تا بحث داریم تو روانشناسی. مثلا 2 تا بیماری هست، یکی اعتیاده، یکی افسردگیه. اینا توهم دارن. توهم اعتیاد میدونید چیه؟ توهم اعتیاد عرفانه. اگه دیدی یه نفری حرفای عارفانه میزنه ولی به سیستمش نمیخوره، به قیافش نمیخوره، مطمئن باشین بنده خدا معتاده. طرف وقتی که خیلی خوب میکشه میاد میگه خوبی. یه باری که من مراجعه داشتم معتاد بود، وقتی سرحال بود، یعنی میگفت آقای عزیزی من 3 بار آقای امام زمان رو دیدم، 2 بار با امام حسین نهار خوردم. قشنگ میگفت این حرفا رو. الان چش بصیرت من باز شده، تو رو خروس میبینم. گفتم یا فاطمه، این عارف شد ما موندیم. این بنده خدا توهم عرفان داره. توهم افسرده ها میدونید چیه؟ از افسردگی دارم میگم، فلسفه است. یادتون نره فلسفه چرایی زیاد داره. فهمیدید؟ اگه دیدی کسی به قیافش نمیخوره حرفای فلسفی میزنه، مطمئن باش افسردگی داره. همش هم اینجوری حرف میزنه، ما چرا آفریده شدیم، هدف از خلقت خدا چی بوده، ما برای چی نفس میکشیم، چرا سقف سفیده، چرا صندلی‌ها سبزن. فکر کنه فیلسوف شده، خبر نداره افسردگی مزمن گرفته. توهمه. یادتون نره ها. بعد 2 تا بیماری توهمزان، توهم عرفان، توهم فلسفه. برونگراها 2 قسمند. برونگرای تأثیرگذار، نوع مثبت برونگراها، برونگرای تأثیر پذیر، نوع منفی برونگرایی. توضیح بدم یعنی چی؟ برونگرای تأثیرگذار برونگرایی است که اعتماد به نفس بالا دارد، قدرت نگفتن دارد، در جمع الگوست، حالت مدیریتی داره و سعی میکنه جمع رو دستش بچرخونه. و جالبم اینجاست که این آقای برونگرای تأثیرگذار همیشه سعی میکنه که جمع رو تابع خودش بکنه. مشکل ما برونگرای تأثیرگذار نیست، مشکل ما که منفیه، برونگرای تأثیرپذیر. این منفیه، تابع جمع است، الگو پذیریش حرف نداره. متاسفانه به شدت تحت تاثیر دوستای صمیمیش قرار میگیره. کاش دوستا مثبت باشن، آدم دلش نمیسوزه. باز قدرت نگفتن اصلا نداره، همیشه هم خودشو مقایسه میکنه و همیشه خودشو حقیر میبینه. اعتماد به نفس هم که تعطیله. این خطرناکه. و جالب اینجاست که 80% برونگراها تاثیرپذیرند، خصوصا تو بچه‌ها. و بحث من برای همین مقدمه گفتم، چون اصل بحث تربیتی ما اینجا شروع میشه. اصلا تو نوجوانا و تو خردسالا و تو اینا باید بشناسی بچه‌تو، باید بشناسی بچه‌تو. من اگر 4 تا بچه داشته باشم، مثال ها، فکر نکن دارم، اولی درونگرای متفکر و خلاقه، هر دانشگاهی باشه میفرستمش، هر جای ایران قبول شه، چون میره همون جوری برمیگرده، هیچ چیش هم نمیشه. درونگرای نوع متفکر و خلاق، آدمی که دوست خاصی هم که نداره،
همش هم دنبال پیشرفت. میدونی خیلی هم نامردن درونگرای متفکر و خلاق. اولا که همش میز اول میشینن، همش هم توجه میکنن به استاد، همش هم سرشون اینجوری میکنن. 3.5 ساعت هم بشینن تکون نمیخورن. موقع تقلبم به هیچ کی نشون نمیدن نامردا، دستشون هم اینجوری میذارن، 3 تا هم کیف میذارن. تو اصطلاح عامیانه به درونگرای متفکر و خلاق میگن بچه مثبت. تو اصطلاح مدارس میگن خرخون. اینه. دوست خاصی هم نداره، این به همه جا میرسه. قصه‌شو نخور. حالا خدا نکنه مامان یا بابا خودشون برونگرا باشن و بچه‌شون درونگرا باشه. بیچاره است اون بچه دیگه. بیچاره، خودتو نشون بده. خجالتی. شوهر پیدا نمی‌کنی یا؟ بابا این بنده خدا درونگرای نوع مثبت هم استازه، گیر نده بهش. این درس میخونه، دکترا میگیره، تمام دانشگاه خواستگارش میشن. تو قصه‌شو نخور. این با مدرکش معجزه میکنه توی این ارومیه. چرا قصه متفکر و خلاقا رو میخورید؟ نه حاج آقا اجتماعی نیست، نترس. اون به جای خوبی میرسه، مدیر شرکت هم میشه، چون انقدر پیشرفت فردی واسش مهمه که خودشو میرسونه به همه جا. من اصلا قصه‌شو نمیخورم. قصه کی باید بخوری؟ متفکر درونگرای منزوی. درونگرای منزوی هم هر دانشگاهی قبول شد من میفرستمش، چون میره ترک تحصیل میکنه برمیگرده با همه قهره. اینم خیلی راحت. برونگرای تاثیرگذارم هر دانشگاهی قبول شد میفرستمش، میره دانشگاه رو انگشتش میچرخونه، یا همه رو قلیونی میکنه یا همه رو نمازخون میکنه. مهم که تو ذهنش چی بگذره. برونگرای تاثیرپذیر فقط باید سر کوچمون قبول شه، چون تو اتوبوس هم خراب میشه، چه برسه خوابگاه داشته باشه. حالا فهمید بچه‌ها چقدر با هم فرق دارن؟ تو بحث تربیت فرزند بچه‌هاتو بشناس. ما گفتیم معمولاً بچه‌های اول معمولاً حالت درونگرایی و بچه‌های دوم حالت برونگرایی دارن، اونایی که همجنسن. البته نه مهمه، برعکسش هم داریم، وحی منزل نیست. وقتی که من بچه‌مون بشناسم، متوجه بشم از کدوم تیپ‌های شخصیتیه، تعاملم باهاش راحت‌تر میشه. اگر تیپ شخصیتی رو متوجه شدی، گوش کن، اگر متوجه شدی نقاط منفی تیپ شخصیتی رو کنترل و تعدیل میکنید و نقاط مثبت تیپ شخصیتی رو تقویت میکنید. این وظیفه من و شمای پدر مادره. یه بار دیگه بگم، اگر تیپ شخصیتی آقای عزیزی برونگراست، برونگراها نقاط منفی دارن، نقاط منفی رو باید بشناسی، تعدیل و کنترل بکنی. از اون ور نقاط مثبت هم رو باید تقویت بکنی. آفرین. مثال، برونگراها به شدت ساده انگار و خوشبینن. خب این که ضعف برونگراهاست، باید من اینو تعدیل و کنترل بکنم. برونگرا به تنهایی تو 4 تا چیز تصمیم نگیره. 1، انتخاب رشته تحصیلی. 2، ازدواج. 3، معامله های کلان مثل ماشین خریدن و نمیدونم این جور حرفا. 4، انتخاب محل زندگی و محل تحصیلی حرفا. چون برونگرا به شدت ساده است. دختر اومد مرکز مشاوره ما، میگفت نامزدم خیلی صادقه، انسان. از کجا فهمیدی؟ گفت روز اول ازدواج گفت 11 تا دوست دختر دارم. خودش گفت. میتونست نگه آقای عزیزی بابا من معتاد خودم هم دزدم. خودش گفت. این صداقت اون نیست، این حماقت توه. خوشبین. مثلا به برونگرا بگو که گدا میاد پول میدی، نگاه میکنه میگه باش. به درونگرا میگه پول میدی، میگه خونتون کجاست، بریم تحقیق کنم ببینم فقیر هستی یا نه. میگه درونگرا اعتماد میکنه حالا ها. بس مهمه. خب این میشه موضوع اول بحث. پس شناخت تیپ های شخصیتی موضوع اول. دومی شناخت، این همه مقدمه ها، بعضی حرفا رو تو جلسات گذشته گفتم بهتون، تو بحث ازدواج این همه رو یه سری مرور کردیم، بعضیاشو گفتم بهتون، ولی چون مقدمه تربیت فرزنده باید یه بار دیگه حتما بشنوید. دومی موضوع شناخت نسل هاست، بهش میگن تفاوت نسل ها. بسیار بحث مهمیه، مثلا اونایی که اولین بار جلسات ما رو میشینن و میشنون. پس 1، تفاوت تیپ های شخصیتی یا ویژگی‌های رفتاری باید بشناسی. 2، تفاوت نسل. مامان بابا خودتو با بچت مقایسه نکن.
متولدین 1989 به قبل رو میگن نسل قدیم، 1990 به این ور رو میگن نسل جدید. بین 1985 تا 1995 نسل میانیه. به سال ایرانی بگم 1369 70 به قبل هر کی به دنیا اومده نسل قدیم، 70 به این ور هر کی به دنیا اومده نسل جدید. بین 65 تا 75 هم بگیریم نسل میانی، یعنی وسطن، هم با این ورن هم با این ورن. بین نسل قدیم و جدید تفاوت‌های وجود دارد که این تفاوت‌ها باعث می‌شود که اینا احساس کنن بچه‌هاشون از یه دنیای دیگه اومدن، خودشون از یه دنیای دیگه اومدن. هی مامان بابا تو حرفاشون چی میگن؟ ما مثل شما بودیم؟ ما مثل شما بودیم؟ دختر چش سفید پر رو. اونم میگه خب من چیکار کنم؟ اینجوری آفریده شدم دیگه، چیکار کنم؟ خب ما پامونو دراز می‌کردیم؟ ما جلوی مادرمون وای میستادیم؟ بعد بچه‌م نگاه میکنه فکر کنه گناهکاره، میگه من چیکار کردم؟ میگم مثلا یه تفاوت نسل چیز عجیبی. الان بهش میگم یکی از اون مباحثی که در تفاوت نسل‌ها بسیار مهمه IQ یا ضریب هوشیه. IQ چیست؟ قدرت تحلیل مسائل. یادتون نره ما یک مسئله رو 3 جور بررسی میکنیم: 1 آموزش، 2 تجربه، 3 تحلیل. یه تبلت به من میدن، یه تبلت جدید، از این جدیدا من بلد نیستم، به من یاد میدن، به این میگن آموزش. من به شما یاد میدم. آموزش اینه که من به تو میدم چیز جدید. بعد یه تبلت بهت میدم، یاد نمیدم، زمان بهت میدم، میگم انقدر باش کار کن یاد بگیری، به این میگن تجربه. یه تبلت بهت میدم، نه آموزش میدم نه زمان بهت میدم، میگم نگاه کن یاد بگیر، حدس میزنی میگی این دکمه روشنشه این دکمه خاموششه، به این میگن تحلیل یا IQ یا ضریب هوشی. و بچه ما این سومی رو داره. متوسط ضریب هوشی در نسل جدید 121 به بالا، متوسط ضریب هوشی در نسل قدیم 100 الی 105. میدونین یعنی چی؟ یعنی معجزه. بچه 2 ساله نسل جدید از لحاظ قدرت تحلیل مسائل مساوی است با 7 ساله نسل قدیم. مسائلی که مامان بابا تو 7 سالگی فهمیدن بچه 2 سالشون بلده الان. بچه 9 ساله نسل جدید مساوی است با 16 ساله نسل قدیم. میدونین یعنی چی؟ چیز عجیب، خارق العاده. بچه 3 ساله حرفای میزنه مامان هوش از سرش میپره. چی میگه این؟ ضریب هوشی بزرگواران ربطی به سواد ندارد. برای همین بچه 4 ساله موبایل تا تهش میخوره، مامان با مدرک دکترا نمیتونه موبایل روشن کنه، اینجوری میکنه. برای همینه که یه بچه با موس نقاشی میکشه، 3 سالشه، باباش با مدرک فوق لیسانس موس رو اینجوری میکنه. ضریب هوشی یک موهبت الهی است. میبینی بچه‌مون آموزش ندیدیم، تجربه هم نکرده، ولی همه چی بلده، حرفای میزنه اصلا عجیب. حاج آقا عزیزی خونه ما ماهواره نبوده، حاج آقا عزیزی خونه ما آدمای بالا پایین نیومدن برن بیان، ولی بچه من چیزایی میگه. تحلیل ذهن. الله اکبر. حالا خانم دلش خوشه، آقا دلش خوشه، ماهواره هم خریده، همه هم قفل گذاشته، فقط کانال کربلا نگاه میکنه. کانال کربلا. خب دلت خوشه دیگه، دلت خوشه. تنظیم کننده دیجیتال تو خونه ما کیه؟ بچه 6 ساله. شما از یک کنترل چند تا آپشنشو بلدی؟ 3 تا آپشن: خاموش روشن کردن، کم و زیاد کردن صدا، کانال عوض کردن. بچه 6 ساله کل آپشناشو بلده، هر کدوم چی کار میکنن. مامان تو آشپزخونه است. بله پسرم، کانالا تنظیم بکنم؟ تنظیم کن. مامان کانالا تنظیم کردم، برای کدوماش قفل بذارم؟ یه وقت چش و گوش مامان بابا باز نشه، زشته. پنج سالشه 6 سالش اومده مرکز مشاوره ما، اینجوری تکیه داده به میز، ماماش رفته بیرون دروازه آزمایش گرفتم، تست میگیرم، تست روانشناسی. آقا عزیز میگم چیه؟ بلدی وقتی مامانت برای ماهوارتون قفل گذاشت بهش کنی؟ گفتم نگو من بلدم، همینجوری من بلدم. گفتم چیکار میکنی؟ گفت مامانت رفت خرید، یه چیزا یاد داد من نمیدونم، میری بالا پشتمون دیشو تکون میدی، LMB رو بند چیکار میکنی؟ خب ما نداشتیم نمیدونیم. بعد میاد پایین تنظیم میکنی، همش میاد. گفتم نگاه میکنی؟ آره. گفتم مامانت که دعوت میکنه، گفت وقتی میخواد بیاد قفل میذاری نمیفهمه. دلت خوشه. این IQش انقدر بالاست من و شما رو دستمون میچرخونه. این نسل جدید اسمش. بازخورده های ضریب هوشی بالا چیست؟ گوش کنید. 1 لجبازی،
بچه‌هایی که ظریف‌هوشی بالا دارن به شدت لجبازن، یادتون نره. خانم‌ها و آقایونی که بچه‌های زیر 7 سال دارن، یه چیز بهتون یاد میدم، بهش بگو نقاشی بکش. بچه‌های زیر 7 سال بگو نقاشی بکش. 24 رنگ بذار جلوش، قدرت انتخاب رنگ داشته باشه. قدرت انتخاب رنگ داشته باشه. بعد بگو بابا، مامان، اونایی که دوست داری یا یه خونه بکش. نقاشیش تموم میشه. نگاه کن. تفسیر نقاشی چند تا شد بگم. اگر خودشو همقد یا بلندتر از شما کشیده بود یعنی لجبازه. یعنی من خیلی حالیمه، شما هیچی نمیتونید، فقط قدم کوچولوئه. و جالب نیست بچهای نسل جدید همیشه خودشون قد بلند میکشن. همیشه. هر کس رو ریز کشید اونو دوست نداره، از اون بدش میاد. مثلا میبینی بابا رو یه انقدر کشیده، خودشو انقدر. همیشه هم باباها رو وحشتناکترین آدم میکشن. نمیدونم دیدید نه؟ گوشا باد بزن، نمیدونم بینی سیب زمینی، نمیدونم والا. هر وقت خودشو نزدیک کسی کشید، مثلا نزدیک مادر کشید، مادر مهربان است و عاطفه شدیده و پدر کمکاری کرده. اگر خودشو نزدیک پدر کشید، مادر جیغ جیغ و عصبیه. یادتون نره. اگر داداش یا آبجی رو اصلا نکشید، حسادت شدید به اون داره. آبجی کو مدرسه است. اگر از رنگ‌های قرمز و نارنجی و رنگ‌های تند استفاده کرد، محیط خونه زیاد آرام نیست، ناآرامه. اگر از رنگ‌های آبی آسمانی و سبز و زرد استفاده کرد، محیط خونه آرامه. اگر کوه‌هایی که کشید اینجوری تیز تیز بود، عصبیه. اگر کوه‌هایی که کشید اینجوری سینوسی بود، بچه آرامیه. این مهمه. بدون رنگ بهتره که رنگ بکنه، ازش بخواد که رنگ بکنه، ببینه چه رنگی رو انتخاب میکنه. بعضی بچه‌ها حتی دو رنگ، یعنی خط دور رو هم با رنگ انتخاب میکنن، با مشکی انجام نمیدن. هرچی از رنگ‌های بچه‌هایی که خوب رنگ میکنن و از خط بیرون نمیزنن، بچه‌های حالت درونگراییشون بیشتره و منظم‌ترن. و بچه‌هایی که وقتی رنگ میکنن شرتل پرتل میکنن، این خورده همون کوچولو انا ولی میذارن خط بیرون، اینا این خورده عدم تمرکزش بیشتره. عدم استفاده از رنگ بهتره که رنگ داشته باشه. حالا اینکه پیامی نداره، من باید ببینم اون چه نقاشی کشیدی که رنگ نکرده. بیاری نقاشی بذار جلوی بنده، من بگم داستان چیه. خب اون خود ان شاءالله تو بحث سال پرسش پاسخ رو بحث می‌کنیم. اینا مهمه. لجبازی. لجباز کیست؟ سوال کی میدونه جوابش چیه؟ خب چرا این شکلی میشه؟ الحمدلله همه میدونن، دستا رو بندازید. خیلی کلاس شلوغ شد، همه میخوان جواب بدن. نه خودم میگم چون جایزه من تعداد کافی نداریم. ارسام خدمتتون. اشکال نداره. لجباز کسی است که خود را در موضع قدرت میبیند. بچه‌های نسل جدید چون ضریب هوشیشون بالاست، پدر مادر اصلا جز هیچ حساب نمیکنن، هیچی، و خودشون همیشه برتر میدونن. لجباز کسی است که تحکم نمیپذیرد. یادتون نره تحکم. به لجباز بگی برو نمیرم، بخور نمیخورم، نخور میخورم. یعنی تو کی هستی که به من میگی؟ تو کی هستی؟ تو چی کاره مملکتی؟ 3 سالشه ها لجبازه، تو روت وای میسته. نمیدونم تا حالا سوس کشتید؟ بهت نگاه میکنه بعضی وقتا، میزنم و اینجوری هم میکنه. یه وقتا هست به بچه کوچولو دور از جون، من مثلا سوسکونه نبودا، یعنی زورت میرسه میتونی کارش بکنی یا نمیتونی چیکار کنی چون بچته. باباها چقدر سر کنترل با بچه‌ها میجنگن، میخواد پویا نگاه کنه. یعنی دعوا بزن ها، کشتی میگیره پرت میکنه اونورون میاد گوشه بابا رو میکشه، وضعیتی سر یه کنترل. لج میکنه. لجباز خود را در موضع قدرت میبیند. هرچی ظریف‌هوشی بالاتر بچه لجبازتر. یادت نره اگه بچت لجبازه به شدت ظریف‌هوشیش بالاست، بین خود اون باشه، نری بخوش بگی خوشحال میشه. اصلا طبع انسان لجبازه. الانسان حریص علی ما منع. لجباز دو سه راه حل داره. یکی این که همیشه با لجباز خواهشی حرف بزنید. کنترل رو میدی به بابا؟ ببخشید کنترل رو میدی؟ اخبار داره. بیا
حالا بگو بده کنترل، نمیدم. این خواهشی انقدر قشنگه این کار. من دیگه کارم اینه بدارم میگم دیگه. همیشه از موضع ضعف حرف بزن، موضع قدرت حرف نزن. لطف میکنی بابایی ببخشید معذرت میخوام این کفشا رو بپوشی. خیلی خوب چشم. هر وقت با لجوز موضع ضعف حرف بزنی انقدر مؤدب میشه، خودش هم با اخلاق میشه، انقدر با حال کیف میکنی، زندگی کن. اون مشکلی که تحکمی حرف میزنیم همیشه. 2 با لجباز سوالی حرف بزنید. کامپیوتر رو خاموش بکنیم. این نظر تو هم مهمه. الان شام بخوریم، الان شام میخوریم نه بخوریم، سوالی، همش سوالی. اونم میگه باشه بخوریم. اگر جوابش منفی بود همش، الان شام بخوریم، نه نمیخوریم، بگو ولی میخوریم. یعنی میخواستم آدم حساب، خودت نخواستی. نظر تو هم واسه من میخواستم مهم باشه، خودت نمیخوای. گرفتی چی شد؟ اول سوالی تو بگو، اگه دیدی جواب قانع کننده نبود وقت نظر خودت رو اعمال کن. و 3 پیشنهادی صحبت کن. کاپشن آبیه رو میپوشی یا قرمزه یا سبزه؟ اونم میگه هیچ کدوم مشکیه. هر وقت اینجوری بگو باید سبزه رو بپوشی. یعنی من میخواستم نظرت واسم مهم باشه، خودت نمیخوای. این یاد میگیره یه بار دیگه ازش پرسی مثل آدم جواب بده. 3 پیشنهاد میدی. کامپیوتر رو الان خاموش میکنی یا 1 ساعت دیگه یا 2 ساعت دیگه؟ اونم میگه هیچ وقت، تا آخر شب. بگو پس الان خاموش میکنیم. این یاد میگیره. دفعه بعد مامان پرسید 3 انتخاب بهش داده، 3 الان 1 ساعت 2 ساعت انتخاب کنه، 2 ساعت دیگه. خدایش نیستم که میگی پیشنهاد میخوای بگی درست باشه ها، یا نگی خودت بمونی توشا. 3 پیشنهاد که میدی یه جور بده که اگه انتخابم که ضایع نشی. مثلا تو ذهنت که الان خاموش کنه، بعد میگه خودت هم تو حرفات میگی 2 ساعت، اونم میگه 2 ساعت دیگه. پس اگه چیزی گفتی خودت هم عامل باش به حرفت ها. لجباز. به لجباز دستوری حرف نزنید، یادتون نره. مثلا تو همسرداری هم همینه. چرا آقایون حرف خانماشون زیاد گوش نمیکنن؟ چون خانم‌ها از موضع قدرت صحبت میکنن و این آقا بهش بر میخوره. پریز خونه‌شون مثل کله گوسفند 3 سال آویزونه. پریز اونم میگه بابا. آقا پریز حقیقت بچه برق میگیره، ببخشید بچه داشت راه میرفت نزدیک بود بمیره، بعد من درستش میکنم. ببین اینجوری. چرا موضع قدرت بعضی حرف میزنن؟ موضع ضعف. به خدا از موضع ضعف حرف بزنی هم تواضعت بالا میره، هم ادبت بالا میره، هم خانواده آرامه. از موضع تحکم و قدرت وارد نشوید. میشه لجبازی. پس فرمول بچه لجباز رو بهتون تقریبا گفتم. تحکمی صحبت نکنیم. بریم سراغ بازخورد دوم. بازخورد دوم ضریب هوشی بالا کنجکاویه. بچه‌هایی که ضریب هوشی بالا دارن به شدت کنجکاون. از همه چی میخوان سر در بیارن، از همه چی. اگر پسر بچه باشن یک اسباب بازی سالم ندارن، دل رودش کلا ریخته بیرون. اگه دختر باشه هر شب با یه عروسک میخوابه، یه عروسک انتخاب نمیکنه. اون بیچاره نسل قدیم بود، بیچاره جونش. یادتونه بعضی خانم‌ها یه عروسک داشتن 30 سال با اون زندگی کردن، 2 تا چشم هم داشت، یه دستم نداشت، مامانش هم بافته بود. بچه الان ثانیه به ثانیه عروسک عوض میکنه. کنجکاوی بالا. مامانه داشت دنبال چیزی میگشت، این ور اون ور، نمیخواست به بچه‌م بگه. بچه دیگه دلش سوخت، گفت مامان دنبال لواشکا میگردی؟ پشت کابینت بزرگ است اون بالا. نگو وقتی مامان نیست کلا خونه رو یه دور کلا رفته ببینه چه خبره. موش دیدی؟ تو فکر میکنی خبری نیست. یه بار یه چیزی بهت بگم، کل سیدیاتون و کل کتاباتون و کل خونه یه بار توسط بچه‌ها دیده شده. حالا ببین فکر کن چی داری تو خونه. دلت خوش نباشه. دارم از الان بهت بگم تکلیف خودت مامان جان مشخص. آقا مامانم انقدر ساده. حاج آقا بچم گل اصلا نمیدونه دختر چیه، اصلا نمیدونه پسر چیه. بعد بچه‌ها انقدر زرنگن، میبینید راهنمایی آقا مثلا 14 سالشه، مامان پسر یعنی چی؟ اونم میگه چه دختری دارم؟ آره دخترم، بزرگ میشی میفهمی. باشه مامان میخوام بزرگ شم. دلت خوشه. این انقدر زرنگ من تو رو تشنه به لب چشمه برمیگردونه. یه ذره مامان بابا بیدار باشید. مامان بابا بعدش
آقا من نگفتم بترسیا، میخوام بگم بچه نسل جدید بچه عجیبیه، باید بلد باشی روشاشو. کنجکاوه، از همه چی میخوام. حس کنجکاوی بچه‌ها رو ارضا کنید. چجوری آقا عزیزی؟ اولندش که هر چیزی پرسید درست حسابی جواب بده، نپیچون. بچه میفهمه داری میپیچونیش. ما بچه بودیم طرف میگرفت دستش یه چیزی رو، عمو بده عمو بده عمو بده عمو بده عمو بده، نمیداد، بعد اینجوری میکرد. ما تا تهران میدویدیم، فکر میکردیم انداخته اونور. بچه 2 ساله عمو بده عمو بده عمو بده اینجوری کردم، گفت بده دست خودته. میشه اینو گول زد. نسل ما بابا خیلی باحال بود. نسل جدید انقدر آیکیو بالاست، تحلیل ذهنیش اصلا انقدر قویه، اصلا این سوالاتی میپرسه از شما نمیتونی جواب بدی به خاطر کنجکاوی بالا. سومین صفتی که کنجکاوی واسه ارضای کنجکاوی بود. ارضای کنجکاوی چجوریه؟ اگر چیزی خواست ازت، یه چیزی بهتون بگم، بذار قبل اینکه سومی رو بگم، راه حل کنجکاوی نگفتم، حواسم نبود. کنجکاوی ها از هول و هوش 7 ماهگی اوج میگیره، 7 ماهگی بچه، و تا آخر عمرش هم ادامه داره. اگر بعضی از انسان ها کنجکاوی لمسی دارند، یعنی چی حرف؟ 4 سالشه داره کشتی میگیره با کی؟ با پسر خالش. چرا چیز سر یه دونه مثلا چون خودکار، سر یه اسباب بازی کوچیک، سر یه چیز خیلی بی ارزش، این میزنه اونو میزنه اینو، اون میگه بده من بده من. اینجا باید اجازه بدید هر کدومشون بین 7 تا 17 دقیقه اونو لمس کنن، تا آخر عمر دیگه سراغ اون نمیرن. بعضی مامانا وقتی بچه دار میشن کل ریزای خونه رو جمع میکنن، وسایل ریز خونه رو جمع میکنن، گلدون ورم داره اونو ورم داره. اینقدر این کار این زمان بچگی ما بود، تو همه چی دست میزدیم 100 بار. بچهای الان هر وسیله رو یه بار دست بزنن دیگه سراغش نمیرن به هیچ عنوان. خیالت راحت. فقط یه بار اول مهمه که تو دستش بین 7 تا 17 دقیقه اون وسیله رو ورداره، نگاه بکنه، دست بزنه، بذاره اونجا. و هرچی نکنت بیشتر باشه خطرش بیشتره. هر بچه‌ای رو نکن زیاد بگی خیلی خطرناکه. بچه‌های زیر 7 سال اجازه دارن هر چیزی رو تجربه کنن. دارم بهت میگم، فردا از من ایراد نگیری یا بگی آقا عزیزی گفتینا. گفتم زیر 7 سال. زیر 7 سال اجازه داره اون آتشخالای لوازم آرایش مامانشو کلا صورتش به مال کلا صافکاری، نقاشی، بتونه، ایمیل، ریمیل، ماژیک، فقط کلش بکنه تو کیک در بیاره بیرون، اب نداره. زیر 7 سال میگن اگر بچه 5 6 سالگی هر چی تونست بماله تا آخر عمر سراغ لوازم آرایش نمیره. اکثر کسانی که رسته دبیرستان سراغ لوازم آرایش میرن عقده‌های ذهنی دارن. نکن زیاد چیندن. بده من. برای خودت نگه داشتی. بذار بزرگ شم. بذار بتونم در کمدو بشکنم. حالا فهمیدی مشکل ما اینه. ژاپنی قانون دارن برای بحث کنجکاوی به نام قانون رها. قانون رها چی میگه؟ میگه بچه زیر 7 سال میتواند همه کار رو انجام داد، فقط مرگ تو وسطش نباشه، مشکل جانی نباشه، بقیش مهم نیست. یه بحث هست به نام دیوار زغالی. دیوار زغالی در ژاپن یعنی چی؟ دیوار زغالی در منزل بهترین بوم نقاشی برای فرزندمان است. ببین بچه زغال برداشت کشید، پاکش کن. اگه تونستی پاک کنی؟ هرس میخوری چرا کار کردی، میزنی 3 بار، شوتش میکنی بیرون، بعد هر کاری هم میکنی زغال پاک نمیشه. هم بچه کتک خورد هم زغال پاک نشد. میگه همین که دیگه زغال کشید 4 سالشه، زغال به دستش بگو هر چی میتونی بکش. 3 روز کامل زغال باری میکنه اونجا رو. بعد یه رنگ بزن، این تا آخر عمر سراغ زغال و دیوار نویسی نخواهد رفت. هر بار که کتک بخوره بر دیوار نویسی، همه دیوار خونه خودتون که خونه فامیلا هم مینویسه. یادتون نره. قانون رها. زیر 7 سال باید یک قشنگ خودش تخلیه کنه. دارم بهت میگم دیگه. انقدر که فرشت واسط مهمه ها، بچت واسط مهم نیست. من دیدم دیگه مامانا ایرانشون کدبانوان، نریز نریز، نپوش نخور، همش تو نه. بذار یه بار فرشت با آبرنگ یکی بشه دیگه سراغ آبرنگ نمیره. انقدر گفتی فرش نه، عقص رو فرش میاره ها. بهت بگم یعنی هر جا که نمیاری دقیقاً اون انجام میده. فکر مونی یه چیزی قایم کردن، این نمیخوام بدونه. بابا کنجکاوی بچه رو ارضا کنید با قانون رها. اینم بعضی کنجکاوی. 3 سومین بازخوردی که ذریب هوشیه والا داره، به سوالات هم خواهیم رسید. الان خیلی سوال شد تو ذهنشون، انواع مختلف سوالا هم پیچیده.
مثلا اون که بچه دارن، اون که بچه ندارن همینجوری نگاه میکنن میگن خدایا اول شوهرشو بعد زنشو بعدش هم بچه‌شو قسمت ما کن. اصلا خدمتتون که دارن فکر میکنن با خودشون میگن این چی میگه، اینا مریخ اومده چی میگه، تو بچه نداره فکر میکنه این چیه. ولی یاد بگیرن، حتی مجردام تو جلسه مثلا بیاد بگیرن، بنویسن، حفظ کنن، ضبط کنن، چه بدون هر کاری میکنن، چون یه روزی به دردشون میخوره. میبینن آقا از این حرفای زده. سومین صفتی که بچه‌هایی که ذریع هوشی بالا دارن، دنبال پاسخ میگردن نه توجیه. نسل من توجیه پذیر بود، یادتونه؟ اونا کم سنمان سریع حرفو قبول میکردیم. به ما میگفتن ثواب میدویدیم، میگفتن گناه وای میسادیم. به بچه نسل جدید بگو ثواب، میخند. ثواب یعنی چی؟ علمی توضیح بده، پاسخ بده، توجیه نکن منو. به من بگو قرآن از لحاظ زندگی به چه دردم میخورم میخونم. پسرم بخون، خدا 1000 تا ثواب مینویسه. اینجوری میکنه مامان تو بخون راحت باش، من میخوام بنتن نگاه کنم. چون با کلمه ثواب توجیه نگه نمیشه. بگو گناه، تو رود نگاه میکنه میگه گناه بیا بغلم. اگه این گناه چقدر، پس من ببین توجیه. ما با کلمه ثواب و گناه تربیت شدیم. مثلا به ما میگفتن اینجا سیاهچال مدرسه است، از اونجا 4 متر فاصله میگرفتیم راه میرفتیم. به بچه میگن سیاهچال مدرسه است، میگه بچه‌ها بریم پایین ببینیم چی داره توش. ما با هم کلاس جمع میکنیم برام تو. نسل ما خیلی باحال بود. 6 سالمون بود یا بچه‌نا 6 سالشه. همین الان نسل جدید، مامان بچه چجوری به دنیا میاد؟ خاک بر سرم چی به این بگم؟ آره دخترم، میریم بیمارستان، به آقای دکتر پول میدیم، آقای دکتر بچه میذاره تو مشما میده دستمون. اونم نگاه کرد مامان خودتی. این جواب نسل ما بود. من تا دبیرستان فکر میکردم منو خریدن. داداشم گفته تو رو تو پاکت آورده، من باور کرده بودم. اول دبیرستان معلم زیستمون داستان تعریف کرد، تازه فهمیدم دنیا دسته کی. گفتم ما چقدر پاستوریزه بودیم. این نسل ماست. تو به این نسل میخوای بگی بچه خریدیم؟ چقدر تو باحالی. خب آقا از راه حل، چون قبلش من راه حلا امروز بگم دیگه. من این بحثا رو میگم، بعضی تیکه‌هاشو کی گفته بودم 2 جلسه قبل، ولی چون قرار راه حلا رو بررسی کنیم، راه حلاش هم میگم. اگر بچه شما پاسخ خواست، یادتون باشه پاسخ رو ناقص میتونید بدید ولی بیراهه نمیتونید بگید. مثلا میگی که مثلا همین بچه وقتی زن و شوهری با هم ازدواج میکنند، به خاطر اینکه همدیگر رو دوست دارن، خداوند در وجود این زن بچه قرار میده که اگه بعداً درستشو فهمید نخنده. بابا میگم میخره، به ریشمون میخنده، به ریش نداشتمون. اینه. یه چیزی بهتون بگم برادرانه، از همه جمع خواهش میکنم به عنوان برادر کوچیک، تو بحث تربیت فرزند پاسخهای ذهنی بچه‌ها رو جدی بگیرید. یعنی چی آقای از این حرفا؟ ببین بابا، بله پسرم، پولو چجوری چاپ میکنن؟ کامل توضیح بده. پول باید پشتوانه داشته باشه، به اون پشتوانه‌ای که داره که ممکن طلا باشه چیزای دیگه باشه، اونو بر اساس اون باید مقدارش محاسبه کنن، بر اساس اون پول چاپ کنن. یعنی 7 سالش بچه‌هاست نمیفهمه بعضی جملات چی میگه، اینجوری میگه اب نداره، کامل بگو، قصه‌شو نخور. این بعداً کلماتو میفهمه. بعد که درست فهمید آفرین به بابام چقدر خوب توضیح داد، این 2 روز دیگه میره میفهمه. ولی ما چی میگیم؟ آره پولو میرن یه چاپخونه چاپ میکنن، حالا کم آوردی بابا پس چاپ کنن مردم دیگه فقیر نباشن. موندی توش. یه چیزی بگو اون نفهمه، بهتره که تو نفهمی. جدی دارم بهت میگم، کامل توضیح بده بعضی وقتا اون که میشه رو. این انقدر حالیش هست که بره در بیاره آمار چیه شده، کتاب بخونه، چون تو اینترنت بره درستش در میاره. شما ناقص حرف نزن، از سرت وا نکن، برو پیش پاس سیستمت ببینم. بگو پاسخ بده هر چی گفت.
چرا ما آیین کتابخونه رفتن نداریم؟ یکی از راهها رفتن به کتابخونه است. خوش به حال خانواده‌ای که ماهی یک یا دو بار آیین دارن. ای وای بر اون آدمی که مثل من میره خوراکی سوپرمارکتی، پسرم برو بچرخ هر چی دوست داری وردار، چی پف ور میداره، چی توز ور میداره، همه رو ور میداره، میاد حساب میکنه. آفرین. چرا تو کتابخونه نمیری هر ماه یه بار برو پسرم دخترم برو تو کتابخونه بچرخ تا سقف 10 تا میتونی هر چی دوست داری انتخاب کنی، بره بچرخ. داریم همچین چیزی؟ نه. کتاب چیه؟ میگی میشه کتاب؟ چرا اجازه نمیدیم بچه‌مون با کتاب پاسخاشونو بگیرن؟ اولا که ما همیشه دانا نیستیم. اجازه بده خیلی از مسائلشو با کتاب حل کنن. این بس. حتما کتابخونه برید. خدا رحمت کنه امواتم. پدرم یا فاطمه زهرا، پدر ما آقای عجیب غریب کارایی انجام میداد. ایشون هیچ وقت تو خونه بوف و ویترین نداشت. اصلا اجازه نمیداد. میگه بوف و ویترین نوعی تبلیغ شکمگرایی است، غریزه است. ببین کاسه ما گنده تره، قاشق ما گود تره، شکممون پذیرایی ما میدونی چی داشت؟ هنوزم هست. چند هزار تا کتاب داشت. پدرم کتابخونه درست کرده بود به جای بوف ویترین. میگفت من با مهمونام کتاب پذیرایی میکنم. هر کی میاد خونه ما کتاب میخوند. میرفت کتاب هم هر انواع مختلف هم داشتیم. بعد بابام میگفت در ایران کسی از گرسنگی نمرده است، ولی از کم خردی و بیشوری خیلی مردن، خیلی کلاکی شدن. خودش انقدر به شکم میرسیم، به عقل میرسیم. بینی و بین الله مامانایی که خیلی درگیر بودن به جسم بچه‌هاشون، به روح بچه‌هاشون قدر درگیر بودن. یادت به دنیا آمدت بچه‌ت چقدر نگران بودی؟ حاج آقا دور سرش 1 سانت کمه، قدش هم 1 میل کمه، وزنش هم 100 گرم کمه. 18 میلیون خرج کردی پیش متخصص رفتی. الان بچه‌ت شده ماشاءالله 180. ماشاءالله. با سلام کنی با نبردون بزنی سلام کنی بهش. چقدر عقل داره تو این کلش؟ اینو بهم بگو. چرا باید مامان بیاد تو مرکز مشاوره ما شادشو بده عقب؟ گریه میگم این چیه؟ میگه جای سیلی بچه 14 سالمه. برو جمعش کن. تو که جسمشو خیلی دوست داشتی. چقدر رو روحش کار کردی؟ هیچ. اینقدر که به جسم میرسن بعضی به روح نمیرسن. غم و غصه بعضی مامانا شام و نهاره فقط. شب داره سفره شامو جمع میکنه. صبح نون نداریم. شب خواب نون میبینه. صبحونه رو جمع نکرده، نهار چی بذارم؟ خدا نهار چی بذارم؟ نهار رو جمع نکرده، شام چیکار کنم؟ همینقدر میارزیم. عمر گرام مایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. همین. یه بار نماز صبح قضا شد ناراحت شدی؟ چرا نماز صبح هم قضاست؟ یه بار بچت به باباش بددهنی کرد ناراحت شدی؟ چرا این بچه‌م داره بددهنی میکنه؟ خدایا نمیتونم تربیتش کنم، کمکم کن. شروع کنیم. بعضیا جسم واسهشون مهمه، دور از جون شما نمیگم، بعضیا جسم واسهشون مهمه. جسم تا یه حدیش. کسی از گرسنگی نمرده، خیلی راحت. من جای تو بودم بیشتر تو کتابخونه میرفتم تو توی چیپ و چیزاست اینجور چیزا. و اینو واقعا دارم به شما میگم. دومین کاری که برای پاسخدهی باید بکنی یکی کتابخونه رفتن. 2 یه دفترچه تلفن داشته باشید. تلفن 7-8 تا آدمی که خیلی قبول دارید بنویسید. بنویس زینب خانم داخل پرانتز پزشک. بعد بنویس آقای عزیزی مشاور. حاج آقای فلانی فلان، آدمایی قبولشون داری. بچه 9 ساله سوال کنه مامان وضو گرفتم ولی دستم خیس بود، می‌خواستم مس بکشم، سرم هم خیس بود. بعضیا از قصد جواب نده. برو زنگ بزن حاج آقا. مامان کدوم حاج آقا؟ حاج آقا حبیب دیگه. پسرموی بابا حاج آقاست. بذار مراجعه به مرجع رو یاد بگیره. همه چیز رو بابا مامان نمیدونن، دیگران هم میدانن. این مراجعه کردن بسیار مهمه. برو زنگ بزن. یعنی اجازه بدید بچه‌هاتون مراجعه کردن و زنگ زدن رو یاد بگیرن. زینب خانم سلام، شما پزشکید، خوب هستین؟ دستم خون اومده، فکر کنید چی بزن؟ آها یا بذار از اون بشنوه. ممکنه یه وقتی مامان بابا چیزی رو ندونن، بذار بلد باشه از کی بپرسه؟ از مرجعش، از کسی که میدونه، نه از رفیقش. میشه رفیقش؟
ژیلا یه پسر منو دوست داره. از کجا فهمیدی؟ ژیلا میخواد راهنماییش کنه. از چشاش آدم میفهمه. فهمیدی؟ چشاش نگاه کن اینجوری. اگر درست داشته باشه یه اینجوری میکنه. بعد میگه ژیلا فکر کنم اینجوری هم کرد. بهش اس بده جواب میده. مثلا ژیلا داره راهنماییش میکنه مثلا. خب این بدبخت بچه من بالغ شده، یه چیزای سوال شده تو ذهنش، به کی مراجعه میکنه؟ به دوستی که شد از خودش. کل اگر طبیب بودی اینا پاسخه. مورد بعدی، چون امروز سوالاتون فکر کنم مهمتر از اصل بحث باشه چون تربیت فرزند سوالات ریزکاریایی داره. 4 چند نفر تو جلسه ما فرزند دارند؟ دستا بالا. ماشاءالله 20% برای خودشون فرزندن که اومدن. چی شده؟ 4 از مجازات و تنبیه نمیترسند. بچه‌ها که ذری پوشیوار دارن مجازات و تنبیه نمیترسن. نسل ما با تنبیه تربیت شد. میبردن لای پنجره. به خدا میدم آقا گرگه بخورتت. میترسیدیم مامان غلط کردم. آقا گرگه رو نیاری خونه مامان. نسل جدید برده لای پنجره 3 ساله. به خدا میدم آقا گرگه بخورتت. گفتم ما آقا گرگه رو بیاریم خونه سرما میخوره. باش زندگی کنیم. نسل جدید. زنام هر چیز بد آقا میذارن. آقا گرگه، آقا دزده، آقا گاوه، آقا خره، نمیدونه حالا هر چیز خوبه از خانم مهتاب خانم، خورشید خانم. 100 بار من اینو گفتم درستش کنید. اینو بچه وقتی میخواد نقاشی بگه باباشو قول میکشه همیشه. آقا قوله اینقدر گفتن. این همون نقاشی داستانش اینه. بگذاریم. بچه‌هاتون رو تنبیهی رشد ندید. به خدا محمد شلوغ کردی لپتاپ تو جمع میکنم. فهمیدی؟ مامان حرصش خالی شد. اونم میدونه مامان نقطه ضعفش چیه. لپتاپشو میبنده. مامان تقدیم با عشق ببر قایم کن. تموم شد. اون نسل ما بود وحشت میکرد. این خودش تقدیم میکنه. میگه ببر قایم کن. موبایل تو ازت میگیرم. خاموش میکنه. مامان بیا ببر چند روز نگه دار. دلت خنک شه. تو فکر با ترس میتونی کسی رو تنبیه کنی؟ یا برعکسش با تنبیه بترسونی؟ هیچ فرقی نداره. اینجوری نیست. و موارد بعدی اینا میشه موارد تفاوت نسلی که بازم هست. حالا ما اگه خدا بخواد میخوایم چند دقیقه در مورد راه حل‌ها صحبت بکنیم، بعدش هم پرسش پاسخ تا ان شاءالله بتونیم بحثمون رو جمع بندی بکنیم. صلوات بفرستید. اونا که داشتن یادداشت میکردن راه حل‌های تربیت صحیح. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام من همیشه مقدماتم طولانی‌تر از بحثم. خیلی جالبه. خدا ان شاءالله عنایت بکنه که بتونم این چند دقیقه باقی خوب راه حل‌ها رو شروع بکنیم. 1 بررسی ناهنجاری‌ها و ویژگی‌های رفتاری فرزندمان که نمونه‌هاشو عرض می‌کنم. یکی از نمونه‌هایی که بچه‌هامون مخصوصاً که بچه‌های کوچیک‌تر دارن بحث بیش فعالی است. خیلی هم روش بحث میکنن بعضیا. میگن بچه‌م بیش فعاله. تو رو خدا اشتباه نگیره. بعضی میگن پیش فعال. پیش نه، اون پیش تنشگاهیه. بیش فعال، very active. بیش فعالی نوعی بیماری است که بر اثر به قول خودمون حجم زیاد کالری که بدن داره و عدم دفع اون اتفاق میفته. و جالب اینجاست این اصلا بیماری درستی نیست. و جالب اینجاست خیلی مامان باباها فکر میکنن بچه‌شون بیش فعاله. و از همه بدتر اینه که با کمترین مراجعه به یک مشاور یا یک روانشناس یا روانپزشک و با دیدن کمترین علائم متاسفانه این دوست ما و همکار ما به شما چی پیشنهاد میده؟ ریتالین. و شما بچه ریتالین میدی. برات متاسفم که اینقدر راحت با کمترین علائم به بچت ریتالین دادی. داستان بیش فعالی پس چیه؟ آقا از شما توضیح بده کامل شو. بیش فعالی اینه که بچه شما 7 ساعت مدام بدوه، شنا کنه، سر کله دوستاش بزنه، از در و دیوار بالا بره، بازم انرژی داشته باشه.
بچه من و شما با 2 ساعت فعالیت جسمش خسته میشه و میخوابه. به این بیش فعالی نمیگن، به این میگن انرژی مازاد آپارتمانی. 95 الی 99% بچه‌هاتون انرژی مازاد دارن، نه بیش فعالی. چون علائم شبیه همه، میری دکتر اونم سریع به تو ریتالین میده، بچه سالمو مریض کردی. حالا فهمیدی کجا خراب کردی؟ با افتخارم میره میگه بچه‌م بیش فعاله. دور از جون انگار بری بگی بچه‌م سرطان داره. دوست داری اینو بگی؟ اصلا بیش فعالی بیماریه. کی گفته بچه‌های ما بیش فعالن؟ سریع چیز میچسبوندی روش. بذار بهت بگم چرا بچه من انرژی مازاد داره. چون زندگی ها آپارتمانی شد. بذار توضیح بدم کامل. ببینید بدن شما یه نیازهایی داره برای سوخت و ساز، کالری بهش میگن. اون کالری اگر بیش از خرجش وارد بدن شه میشه انرژی مازاد. این انرژی مازاد توی دویدن، پیاده روی و سر و کله زدن با بچه‌های دیگه از بین میره و بچه میشه نرمال. هر کس نتونه انرژی مازاد رو خرج بکنه، پا سیستم بشینه، هی جلوی تلویزیون دراز بکشه، بنتن نگاه بکنه و چیزای دیگه، این انرژی هی افسوده میشه. یه دفعه میخواد اینو دفعش بکنه، عدم تمرکز میاره، پرخاشگری میاره، به هم ریختگی ذهن میاره. بعد شما فکر کنید بچه‌ت بیش فعاله. گوش کنید خیلی جالب‌تر هم میشه. چرا نسل ما اینجور کلمه‌ها نداشت؟ بچگیتون رو یادتون بیارید، بچگی خودتون کوچولو بودید، یه غذایی می‌خوردی صبحونه، خیلی هم صبحونه مقید بود. آفرین به تقیدات صبحونه‌ای، متأسفانه ما نداریم. الان مامانا میدونید وقت ندارن، میدونی نمیشه. قدیم نمیدونم چطور میشد. مامانای ما، مادر بزرگ ما تو دهات تو شهرستان 14 ساعت کار میکردن، همیشه هم سرحال بودن. خانمای ما ماکرووو، بخارشور، ظرفشویی، لباسشویی، اتو بخار، بازم دستم گز بیکاره، کاره کمرم. چرا این شکلی شدی؟ آقای عزیزی مسخره نکن، کلی کار کردیم. چیکار کردی؟ لباسشویی رو روشن کردم، میفهمی؟ لباسشویی رو روشن کرده، خیلی ها دو دکمه‌ش هم زده، پودرم ریخته، اصلا انرژی میگیره. بعد بچه‌ش نمیتونه صبحونه بده، کار ندارم. صبحونه میخوردیم، بعد پیاده روی معجزه است، مخصوصا یه ربع اول با اون کیف عالیه، رفرش بدنه. یه ربع پیاده روی میکرد تا مدرسه، یادتونه 2 کیلومتر 1 کیلومتر با اون کیفه، بدن کالری که خورده بود استفاده کرد. زنگ تفریح، بزن کله اون، برو بیا، اینم زنگ تفریح. برگشتن همون مسیر رو بدو برگرد، بدن کالری میخواد. مامان نهار، مامان بچگی خودمون میگم ما دهه 60 دهه 50، مامان نهار نداره، برو رب و بربری رو با هم بخور. یادته دیگه کالری از خودمون کالری میکشیدیم، از خودمون، از محیط. بعد کالری کشیدیم، بازی خواب، بعد بلند میشیم تو کوچه. دختر بودیم لیله بازی، نمیدونم بزن کله اونم، نمیدونم بال بلندی. پسر بودیم فوتبال، گل کوچیک فلان. بازم تخلیه، شام یه چیز پیدا می‌کردی، نون لواش می‌کشیدی، بربری می‌ذاشتی لای تافتون، اصلا خدمتتون می‌خوردی. مهم بربری است. من چون خودم ترکم. طرف گفتن چند تا نون بگو، همشری ما بود. گفت تافتون، لواش، سنگک، باگت. گفتم بربریش، گفت اون غذاست. اون نون نیست. خیلی باحاله. حتی دیگه اینجوری نیست، الان قدیمی حرف بودم. گوش کن. بس شما میخورد بهترین خواب، انقدرم بهش میچسبید. حالا بچهای ما